ایران اینترنشنال و بقیه جرأت ندارن که مدعی خبررسانی آزاد هستن بیان بگن که خانم ایشون این سفرهای خارجیش با این آقا که پستار معروفی در اروپا هست و این سابقش کجا بوده بگن و این زندگی شخصی نیست به هیچ عنوان. زندگی شخصی مال افراد شخصیه. کسی که مدعی پادشاهی ایران هست همسرش بانوی اول یک کشور قراره بشه. از دید ما پادشاهی رو اگر ببینه پشت سرش رو ببینه پادشاهی رو نخواهد دید. بانوی اول با فردی که یک پورنستار هست رفتم سابقه شدن بودم تام مورلی. این پورنستار کرایه‌ای برای زنهای پولدار هست. در 3 کشور 3 ماه باش سفر کرده تنها. بیان پاسخ بدن چیه داستان؟ چنین فرد سالمی بانوی اول بشه برای ایران و چنین فرد فاسدی به لحاظ مالی که پولهای حتی CIA رو همه رو حیف و میل کرده. نقل قول میکنم از کتاب کنت تیمرمن مأمور امنیتی مدرس ضد جاسوسیه. در کتاب آقای کنت تیمرمن شما نگاه کنید عوام فریبی رو. یه خونه گذاشتن میگن 3 میلیون خورده این تنها خونه آقای پهلوی. دروغ و وقاحت با سند با دیتیل و جزئیات. نور بهمون نوشته که آقای محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بخش عمده ثروت 35 میلیارد دلاری خودش رو 35 میلیارد رو در بانک سوئیس گذاشته. جدا از 150 میلیون دلاری که اسنادی که CIA منتشر کرد در